گوشی تو برعکسون اومدیم آموزش شاتگان شلاقی با اسنوبورد میذاری رو جامپ، روی علامت جامپ اسنوبورد میپری، سری میزنی روی علامت نایف. همین سادگی. وقتی گامی بیاد دستتون بپرید یه شاتگان شلاقی خوشگل که برین جلو رفیقاتون پوز. و نمیدونم من چرا اینجا این کار انجام دادم، گانم عوض کردم نشد. فکرم باید با تگان بزنید بپرید و یه شاتگان شلاقی بزنید. و نباید وقتی میپرید نباید اینجوری بشه، نباید نایفتون صدا بده، باید بی صدا بیان پایین. بی صدا بیان پایین بزنید رو گان بپرید اوکی شاتگان شلاقی میشه. بدون شاتگان بدون اسنوبورد اینجوری میشه، رو علامت جامپ تیر و بعد سری وقتی علامت تیر زدیم میزنی رو گان. تمام. ببینیم بار دیگه و چی شد؟ جامپ تیر گان.